شامتان بخیر تماشابینان گرامی. شوکت محمد در خدمتتان هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نوز را تقدیمتان می کنم. حالا توجه کنید به نامگوی موضوعهای مطرح می شده. اشتهای اژدهار 13% کمیسیه برای انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با کارت سپیتامین بانک. قرض کارخانه های تاجیکستان به 7 میلیارد دلار نزدیک شده است. در 11 ماه آخر از تاجیکستان 2 میلیارد دلار به بازگشت خارج شده است. سپیتامین بانک، انیقترش بانک داماد رئیس جمهور جمال الدین نورعلیف، برای انتقال مبلغ از روسیه به تاجیکستان 12% کمیسیه میگیرد. 1% دیگر سبیربانک روسیه. این هم در اولین روزهای انتقال مبلغ توسط سیستم نوی مرکزی ملی پروسسینگی. در این باره دو مشتری سپیتامین بانک به پیام خبر دادند. یکی از آنها با نام سید مراد به عوض 5000 روبل 676 سومانی و دیگری خانم رمیزه به عوض 8000 روبل 1082 سومانی دریافت کردند. رمیزه گفت که میخواست این پولها را از بانکمت سپیتامین بانک نقد کند، اما تنها 600 سومانی آن را گرفته توانسته است و خلاص. برای انتقال 10,000 روبل روسی به کارت ملیش، سپیتامین بانک جمال الدین نورعلیف از مشتری 187 سومانی گرفته است که این بیش از 12% از حجم مبلغ را تشکیل می‌دهد. یک کاربر فیسبوکی رابیه خالمیرزا نوشت که 1353 سومانی دادند. از 10,000 روبل روسی همانجا 100 روبل گرفتند، در اینجا یگان فایز نگرفتند. این در حالی است که قرب روبل روسی را بانک ملی تاجیکستان 0.1154 معین کرده است. یعنی خانم خالمیرزا باید به عوض 10,000 روبلش 1540 سومانی می گرفت، اما 1353 سومانی گرفته است. با 100 روبل کمیسیه که سبیربانک روسیه گرفته است، مشتری برای انتقال مبلغ در عموم بیش از 13% پرداخت نموده است. ظاهرا این خانم از قرب پول خبری ندارد که بنابر با سرعت انتقال شدن مبلغ به کارتش اظهار خوشحالی کرده نوشته است نو خوب شد. با تلفنم خبر می آید که مبلغ فرستادند و من آن را از دلخواه بانک بی‌فایز می گیرم. برای شخصان پول میفرستادگی هم آسان شد. در تلفنتان پرلیژینی میکشوید و دوامش را از رسمهای مانده ام ببینید که من این رسمها را بیهوده نگذاشتم. با افتخار می نویسد خانم. این حرفها را خانم خالمیرزا در زیر پست رهبر کتابخانه به نام لاهوتی شهر دوشنبه عبدالقادر طلبکوف نوشته است. طلبکوف در پستش نوشته بود که این صبح از روسیه مبلغ فرستاده را توسط امانت بانک در 15 دقیقه گرفتم. گمانم کار به مجرایش آمد. اما متاسفانه طلبکوف ننوشته چقدر انتقال داده بودند و در این 15 دقیقه گفتهش چقدر گرفت. در همین حال زیر نوشته خانم رابیه خالمیرزا و عبدالقادر طلبکوف، شاعر نصرت الله بابایف نوشته که من هم 2 هفته باز پول فرستاده نمیتوانم، چون که شنیدم باجه‌ام 3 بار فرستاد و زنش گرفته نتوانست. اول با یونیستریم فرستاد نشد، بعد با کانتکت فرستاد باز نشد. در بانک گفتند که با 9 رقمه فرستاد، اما باز نشده است. انا اکنون من هم خودداری کرده ششتیم به امید حل مسئله. بعدی کار این که ما در واروخ کارت بانکی هم نداریم. چخیلی که پیشتر هم گفته بودم، همین چند روز آخر بیچاره مهاجران سرسخت به نشانی پیام 10 ها نامه فرستادند.
فکر میکنی گویا پیام تیوی یک رسانه نیرو مرکزی حقوقی باشد؟ مهاجران نه اینکه از ما میخواستند این معلومات را رسانه‌ای کنیم، بلکه خواهش اکثریت این است که به آنها در یافتن معلومات کمکشان کنیم و برای فرستادن هرچی زودتر مبلغشان راهنمایی کنیم. دقت دهید، یک مهاجر به پیام می نویسد که با سیستم سلامپی میخواست مبلغ ارسال کند، اما طبق عکس هایی که از این سیستم و معلوماتی که او از گفتگو با اپراتور این سیستم با پیام فرستاده است، برمی آید که این سیستم با وجود این که اعلان کرده است پول را بدون کمیس انتقال می دهد، بیش از 3% کمیس می گیرد. این مسئله رو حالا ما آموخته ایستادیم و به زودی انشاءالله ما در این باره معلومات نشر خواهیم کرد. اما گفتنی هستم که همین چند روز اخیر بیچاره مهاجر به مشورت حقوقی خیلی نیاز پیدا کرد، اما این حکومت ما دو چشمش در کیسه مهاجر اقلاً 2-3 نوار راهنمایی انتقال مبلغ آفریده پهن نکرد. اما دیده می شود مخالفان سیاسی در غمخواری به مردم یک سر و گردن بالا از حکومت تاجیکستان هستند. دو سازمان، جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا، از تأسیس ستاد حمایت از حقوق مهاجران خبر دادند. این ستاد طبق اعلان مسئولینش به مبارزه علیه نقض حقوق مهاجران، بخصوص دستدرازی به کیسه آنها با تأثیر مرکز ملی پروسسینگی از طرف بانک ملی مشغول خواهد شد. شرافالدین گدایف، رهبر جنبش مردمی اصلاحات و رشد تاجیکستان، ضمن اعلان تأسیس این ستاد از دیگر سازمان ها و به خصوص مهاجران کاری دعوت کرد به این مبارزه همراه شوند. او گفت هدف از تأسیس مرکز ملی پروسسینگی دست درازی به کیسه مهاجران است و خانواده رئیس جمهور میخواهد با این راه صاحب درآمد نو بی‌دردمیان شود، ولی در اصل کسی پروای مشکلی مهاجران را ندارد. قرض عمومی کارخانه و تشکیلات‌های تاجیکستان به حالت 1 اکتبر سال روان به حدود 65 میلیارد سومانی معادل 6 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. بنا به معلومات اگنتی آمار، بیش از نصف قرض را از حجم عمومی قرض‌های کارخانه‌های سطح جمهوری از جمله شرکت‌های برق تاجیک ایر، فرودگاه بین المللی دوشنبه، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، شرکت آلومینی تاجیک تالکا تشکیل می دهد. حالا شرح بیشتر از این خبر و چند خبر رویدادها از رسانه‌های دیگر را در گزارش همکارم صفیه واحدова بشنوید. از 3/1 حصه کارخانه‌های تاجیکستان زیان‌آور بودند و این کارخانه‌های زیان‌آور بیشتر در ساحه‌های صنعت کارکرد، سودا و ساختمان به قید گرفته شدند. قرض عمومی کارخانه و تشکیلات‌های تاجیکستان به حالت 1 اکتبر سال روان به حدود 65 میلیارد سومانی معادل 6 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده است. بنا به معلومات اگنتی آمار، بیش از نصف قرض را از حجم عمومی قرض‌های کارخانه‌های سطح جمهوری از جمله شرکت‌های برق تاجیک ایر، فرودگاه بین المللی دوشنبه، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، شرکت آلومینی تاجیک تالکا تشکیل می‌دهند. در 9 ماه سال روان وزن قیاسی کارخانه و تشکیلات‌های زیان‌آور از شمار عمومی آنها 28.5% را تشکیل داده است. کارخانه‌های زیان‌آور از همه بیشتر در ساحه‌های صنعت کارکرد 17.7%، سودا 16.1% و ساختمان 13.6% به قید گرفته شدند. حکومت هنوز اولی همین سال سپارش داده بود که اوید به کم کردن قرض‌های کارخانه‌های بزرگ دولتی چاره‌جویی شود. موافق قرار حکومت، وزارت مالیه و دیگر وزارت و اداره‌های مربوطه جمهوری باید به این کار مشغول می‌شدند. بین کارخانه‌های بزرگ کشور شرکت برق تاجیک نسبتاً قرضی کلانتر دارد که به حالت اولی سال جاری 23 میلیارد و 100 میلیون سومانی
نزدیک 2 میلیارد و 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. تجارت خارجی تاجیکستان منفی باقی مانده، خروجی به بازگشت اسعار از کشور در 11 ماه سال جاری در نتیجه فعالیت تجارت خارجی حدود 2 میلیارد دلار را تشکیل داده است. تجارت خارجی کشور در این مدت 4 میلیارد و 69 میلیون و 800 هزار را تشکیل داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 5.9% یا 225 میلیون و 500 هزار دلار بیشتر است. اما فرق بین واردات و صادرات به نفع دومی افزوده تناسب منفی تجاری به 1 میلیارد و 925 میلیون و 800 هزار رسیده است. صادرات مال از ماه ینور تا ماه نوامبر سال 2019 به مبلغ 1 میلیارد و 72 میلیون عملی شده، واردات باشد 2 میلیارد و 997 میلیون و 800 هزار را تشکیل داده است. نشان دهنده های واردات از صادرات قریب 3 برابر بیشتر می باشند. 2 میلیارد دلار پول خارجی که برای وارد کردن اموال وارداتی از کشور بیرون برده شدند، طبق گفته کارشناسان پول را از طرف مهاجران کاری به کشور ارسال شده است. سالانه 2.5-3 میلیارد دلار از طرف مهاجران به تاجیکستان وارد کرده می شود. حالا داماد رئیس جمهوری تاجیکستان جلالالدین نورعلیев که به حیث معاون رئیس بانک ملی فعالیت می کند، به این پولها چشم کرده است و می خواهد از انتقال آنها درآمدی ایلاوگی گیرد. در همین حال کارشناسان به این نظرند که این تنها نشان دهنده های رسمی می باشد. در اصل هم واردات و هم انتقال مبلغ‌ها از طرف مهاجران خیلی بیشتر از آن است که گفته می شود. برای مثال چند قبل این خبر رسانه‌ای شد که تنها از چین به مبلغی بیش از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار مال و کالا به طور قاچاق وارد کرده می شود. مبلغ مهاجران هم نه همش توسط بانک‌ها ارسال شده، یک قسم بزرگ آن با راه‌های دیگر ارسال می شود یا مهاجران ضمن بازگشت با خود می آورند. در 11 ماه مذکور تاجیکستان با 105 کشور جهان داد و گرفت داشته است که تجارت با اکثر این کشورها از چند هزار دلار بالا نیست. شریکان اساسی تجاری تاجیکستان روسیه، قزاقستان و چین باقی میمانند. думаи давлатии созишномаи миёни ҳукумати Русия ва Тоҷикистон дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурӣ барои фаъолияти муваққатии корӣ дар қаламрави Федератсияи Русияро 17 апрели соли 2019 дар Москва ба имзо расида буд, тасдиқ кард. طبق санади имзошуда акнун мақомоти салоҳиятдори Тоҷикистон бояд шаҳрвандони худро дар бораи имконияти кор дар Федератсияи Русия бо тартиби ҷалби муташаккилона огоҳ созад. дар эзоҳи созишнома тавзеҳ дода шудааст ки имконияти омӯзиши ҳаматарафаи шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия барои кори муваққатӣ пешбинӣ шудааст. аз ҳуҷҷат бармеояд ки мақомоти салоҳиятдори Тоҷикистон бояд шаҳрвандони худро дар бораи имконияти кор дар Федератсияи Русия бо тартиби ҷалбкунии муташаккилона дар бораи интихоби номзадҳо барои шуғл ки тахассус ва таҷрибаи зарурӣ дошта бошанд, дар бораи омӯзиши забон, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси номзадҳо ба кор огоҳ кунанд. бино ба иттилои расонаҳои ғайрирасмӣ, зиёда аз 1.2 миллион нафар муҳоҷирони тоҷик дар Русия кор мекунанд. дар 9 моҳи соли равон муҳоҷирони корӣ танҳо аз Русия ба кишвар беш аз 2.5 миллиард доллар фиристоданд. Сооронбай Жээнбеков, раиси ҷумҳури Қирғизистон, қонуни мамнуияти ҳар гуна фаъолият дар захоири уранро имзо кард. ҳадафи ин қонун ҳифзи муҳити зист ва мардуми кишвар аз маводи ҳастаӣ аст. طبق این سند فعالیت آموزشی و استخراج در میدانهای уран ممنوع شده و مجوز شرکت‌های خصوصی برای استخراج باطل می‌شود. علاوه بر این واردات مواد هسته‌ای به قرقیزستان نیز ممنوع شد. شایان ذکر است که قانون مذکور پس از تجمع‌های اجتماعی در شهر بیشکک در تاریخ 21 اکتبر سال جاری توسط پارلمان قرقیزستان تصویب شد. فعالان اجتماعی با اشاره به استخراج اوران در منطقه قزل آمپال استان اسیقکل بر تهدیدات ناشی این معدن تاکید و در تجمعها تقاضای ممنوعیت فعالیت در این میدانها را کردند. کارشناسان مستقل از آسیب تصویب این سند برای اقتصاد قرقیزستان خبر می‌دهند و به گفته آنان شرکت‌های خصوصی که قبلا مجوز فعالیت در میدان‌های اوران داشتند
حتما به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند کرد. اینجا با پایان برنامه رسیدیم. تماشابینان ارجمند، به شبکه ما آبونه شده از مهمترین مسئله های داغ روز و خبر و رویدادها با خبر شوید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو یا تلگرام فرستید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام.net قابل دریافت است. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.